همین پاور هستم، قهرمان چندین دوره استان. بریم با من یه جلسه سرشانه تمرین کنیم. نشت طرفین، 3 ست 10 تایی میزنیم این حرکت رو. بعد این پرس سرشانه دمبل نشسته، 3 ست 12 تایی کامل میزنیم. دامنه رو آروم و تمرکزی. بعد این حرکت میریم سراغ یه حرکت سوپر ست، سرشانه هالتر ایستاده از پشت. 3 ست 10 تایی اینو میزنیم، 3 ست 12 تایی سوپر ست اینو میزنیم با دستگاه فلای که کاملا عضله پشت رو درگیر میکنه. کامل اجرا میکنیم، سریع به سراغ این دستگاه میریم. خب آروم و ریلکس 12 تا هم اینو میزنیم. کاملا با تمرکز بزنید، عضله پشت رو به خوبی درگیر میکنه و خیلی هم خوشگل عضله پشت رو میسازه. بعد این حرکت میریم سراغ نشت طرفین از روبرو. 3 ست 10 تایی هم این حرکت رو میزنیم. هرچی آرامتر بزنیم عضلمون گردتر رشد میکنه، بهتر میشه. بعد این میریم سراغ پشت بازو. پشت بازو مچ برعکس، 3 ست 8 تایی اینو میزنیم آروم و کاملا با تمرکز که بیشترین فشار رو روی عضله پشت بازو انجام بده. بعد این میریم پشت بازو دمبل بالای سر، 4 ست 8 تایی اینو میزنیم آروم و با تمرکز کاملا ریلکس. بعد این حرکت میریم سراغ حرکت آخر، پشت بازو تناب، 4 ست 10 تایی هم اینو میزنیم آروم و ریلکس. این هم یه برنامه کاملا حرفه‌ای خدمت شما دوستای عزیز. سابسکرایب یادتون نره.